تماشابینان گرامی، امروز درباره کمک بشردوستانه پیشوای ملت حرف خواهیم زد. کمک بشردوستانه پیشوای ملت که به ساکنان چند منطقه کشور فرستاده شد، شور در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کوشش ریتینگ سازی به خانواده رئیس جمهور از حساب کمک‌های خارجی به شکست پرصدای مواجه شد. مقامات نه تنها از شرمندگی رستم امامعلی در از خودکنی کمک چین و آزادی امامعلی در تحفه 100 کت با کرپچه و بالشت پختگی عبرت نگرفتند، بلکه به تبلیغ‌ها ادامه داده آن را به سطح پدر پیشوا برداشتند. به نظر می رسد ایمیج میکرهای امامعلی رحمان یا قصداً میخواهند آبروی نبوده امامعلی رحمان را از سطح فرش پایین تر برند و شرمنده دنیا سازند، یا تا حد غیر کسبی و نامتخصصند که نمیدانند این نجات دهنده سیاره را به شرمنده سیاره تبدیل میدهند. حالا گومانیزم رئیس جمهوری تاجیکستان که کمک های خارجی را به نام خود کرده آن را چون یاری بشردوستانه خودش معرفی کرد، به رسانه‌های خارجی هم راه یافته با سرعت در جهان پهن می شود. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی این موضوع به یک میم تبدیل شده، صدها نفر آن را به هر شکل تفسیر کرده اند. تماشابینان گرامی، بنگرد این پیشوا چقدر مسخره شد. به نظر من این مثل آن است که من برای خانواده‌ام یک لنچ آرد بخرم و آن را کمک بشردوستانه برای فرزندانم عنوان کنم. این به مثل این است که کسی به خانواده سرفرزند شما 10 خلطه آرد کمک کند، شما 9 خلطه‌اش را فروخته در کازینو بای دهید و 1 خلطه‌اش را از نام خودتان به فرزندانتان چون کمک بشردوستانه پدر غمخوار و مهربان روان کنید. در پیروی به سیاست خردمندانه حاضر از مغازه 2 لیتر شیر آورده به کودکانم یاری بشردوستانه رسانیدم. در ماه رمضان برای دستگیری نزدیکان 1 مقدار کمک بشردوستانه فرستادم. حالا مسئله اخلاقی این مسئله، یعنی کمک بشردوستانه نامیدن محصولاتی که حکومت به شهروندانش میفرستد و به نام 1 نفر بستن آن را به دیگران وامی گذاریم. الکی چند تفسیر در این باره صدا داد. برای مثال رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری گفت پرزیدنت یگان کشور به ملت خودش کمک بشردوستانه نکرده است. کمک بشردوستانه را یک خارجی میکند. امریکایی، چینی و یا روسی به ما اگر کمک کرد این میشود کمک بشردوستانه. وقتی کمک را از نام پرزیدنت میکنند پس او خودش را خارجی حساب میکند. پس او دیگر جز ما نیست. او الکی خودش را از ملت جدا کرده است. وگرنه کدام پرزیدنت به ملت و مردم خودش کمک بشردوستانه کرده است؟ واقعا درست است. واقعا رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری درست میگوید. اوی مردک، تو چگونه به خانواده خودت، به فرزندان خودت در خانواده خودت کمک بشردوستانه میکنی؟ اگر تو به خانه خودت 1 لنچ آرد آوردی یا 5 لیتر روغن آوردی این کمک بشردوستانه میشود؟ اوی رئیس جمهور، تو در خانه خودت هستی. اگر چیزی به مردمت دادی این وظیفه تو است، باید بدهی. پس این کمک بشردوستانه می شود. شرم کجا شد؟ پس از این می براید که تو خود را جزء این ملت نیست. درست می گویم، تو خودت را بیگانه می حسابی و باید چیزی که به مردم دادی باید منت کنی، چون که مردم از تو نیستند و تو از این مردم نیستی. مگر همین طور است؟ تماشابینان گرامی، یک موضوع دیگر این است که این تحفه ها و کمک های بشردوستانه رئیس جمهور تا چه حد به رئیس جمهور بستگی دارند
و واقعا از کجا پیدا شده‌اند؟ حق تا حد، بله تا حد به امام علی رحمان نسبت دادن این کمک ها را رسانه ها و عموما هر کسی که در این باره حرف میزند زمان پیدا میکنند که آن محصولات از حساب ماهانه رئیس جمهور خریده شده باشند. زیرا هرچند معاشش هم چنانه که قبلا گفته بودیم از حد زیاد و غیر قانونی است، به هر حال معاش نامیده می شود و به خودش اختصاص می گیرد. قبلا رسانه های دولتی اطلاع داده بودند که امام علی رحمان معاش یک ماهش را به فاند مخصوص ستاد مبارزه با ویروس کرونا گذرانده است. اما مقامات میگویند تا حال از این فاند 1 درم مصرف نشده است. گزارش حکومت را شنیدید؟ گفتند که مبلغ آمده است، از حساب مبلغ گزارش دادند و گفتند که حالا 1 درمی آن را مصرف نکردیم. یعنی از این معلومات را اگر ما به این نوبت گیریم، واقعا رئیس جمهور معاش 1 ماهش را به این فاند گذرانده است، پس آن همانجا باقی است و جای مصرف نشده است. پس این کمک و تحفه ها از حساب رئیس جمهور نیستند. این امکان هم وجود دارد که آنها از حساب فاند ذخیروی رئیس جمهور خریده شده باشند. هرچند این فاند قریب 400 میلیونی هم کاملا غیر قانونی است، 1 درمش هم از حساب رئیس جمهور نیست و پور از حساب اندازه مردم تامین می شود. ولی چون فاند ذخیروی پرزیدنت نامیده شده است، امکان دارد ایمیج میکرها با استفاده محض از نام آن را چون کمک پیشوا معرفی کرده اند. واقعا امام علی رحمان با یک فرمان 12 میلیون سامانی از این فاند برای مبارزه با کووید 19 جدا کرد. اما هدف آن مشخص بود. گفته شده بود که به ماهانه طبیبان علاوه کردن 1 ماهانه دیگر در 3 ماه آینده. یادتون هست رسانه های دولتی گزارش دادند که این 12 میلیون کجا می رود؟ طبق خبرهای دریافتی ما تا حال طبیبان این علاوه پولی را ندیده اند، ولی این هم موضوع بحث دیگر است. حالا به این موضوع برمیگردیم در برنامه‌های دیگر. خلاصه یاری بشردوستانه پیشوا از فاند ذخیرویش هم جدا نشده است. پس این یاری از کجا باشد؟ 2 گزینه دیگر باقی میماند. یا این کمک ها از حساب بودجه کشور خریده شدند، یا همان کمک های خارجی اند که پیشوا مثل پسر و دامادش پور رویانه، یعنی نقل، به نام خودش ثبت کرده است. تماشابینان گرامی، امکانی از پول بودجه بودن این کمک ها هم کم است، زیرا صرف مبلغ علاوه‌ای از بودجه یا دیگر کردن سمت مصرف مبلغ باید پارلمان به بودجه تغییرات وارد کند. همگان اگر رسانه ها را خوانده باشید میدانیم که در این آخرها هیچ تغییراتی در این باره در بودجه صورت نگرفته است. در شرایطی که تا حال از هیچ کمک خارجی نه حکومت، نه ستاد و نه شخص رئیس جمهور حسابات نداده است، دزدیدن کمک ها، فروختن آنها و یا از نام کسی به مردم تحفه کردن هیچ مشکلی ندارد. تمام کمک های تا امروز به تاجیکستان رسیده غیب زده اند. یگان گزارش وجود ندارد. یا به تعبیر محیدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان، آنها به گمپاماش، یعنی پاماش گم شده تبدیل شده اند. گمپاماش این به زبان همون گومانیتر پاماش است، اما اگر تاجیکی فکر کنیم پاماشی گم شده هم می شود. پاماشی که می آید شما گمش میکنید با پیشوایتون. وقتی که تمام این کمک های بشردوستانه که از امریکا و اروپا و چین و ترکیه و ایران، از تمام جهان، از
قزاقستان، ازبکستان، از کشورهایی که خودشان مصیبت زده بودند و رحمانوف رقص بازی میکرد وارد تاجیکستان میشد. برای مردم تاجیک امام علی رحمانوف این کمک‌های بشردوستانه را از نام خودش، از نام زن و بچه‌اش، از نام دامادهایش، خویش و تبارش، از نام محافظینش و فرزندان محافظینش بالای ملت منت بار میکند و در پیشتاق اون ماشین ها می نویسند که تحفه پیشوای ملت با مردم. این تحفه نیست، با گفت یکی از دوستان، این توف کردن است. رساندن کمک، رساندن پول، رساندن لوازمات طبی به بیمارستان ها و مردم، به هر یک شهروند تاجیکستان، این وظیفه جانیش تو هست. من دیگر شما نمیگم پرزیدنت تاجیکستان. برای این معاش میگیری، برای این ماشین جدا کردن، برای این دهها از پول ملت رزیدنسی و فراغتگاه ساختی. برای این تمام امکانیت ها وجود دارد. بالاترین معاش را حتی از پرزیدنت امریکا هم که تریلیون ها دلار رو در این روز کرونا ویروس برای ملتش خرج کرد، معاشت بالاتر است. باز این کمک هایی که به نام ملت مردم جهان میفرستند، از نام خود یا تحفه و از نام خودت کمک بشردوستانه به ملت خودت میفرستی. اکنون اهمیت دید دزدی کمک‌های بشردوستانه و تقسیم قسمت آن از نام خود از طرف پسری رئیس جمهور رستم امامعلی، دامادش شمس‌الله صاحبوف و پسر محافظش دلشاد سیدزاده الکی به قید گرفته و رسانه‌ای شدند. سوء استفاده از رسانه‌های دولتی برای ترغیب خیرخواهی، همت و مردم سالاری اعضای عائله نیز هدیه 100 کت خواب به بیمارخانه ناحیه دنغره از جانب آزاد رحمان 3 روز پی در خبرگزاری رسمی دولتی تاجیکستان خاور نشر شدند. پس یگانه راهی که باقی میماند این است که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان کمک های خارجی را نقل پررویانه به خودش نسبت داده، آن را یا قسمتی از آن را از نام خودش به مردم تقسیم میکند و با استفاده از منصب دولتی این جنایت خود را در رسانه های دولتی چون خیرخواهی و گومانیسم به نمایش میگذارد. رئیس جمهوری که خودش هم از زمان پهنشوی ویروس کرونا گم شده است و تنها 2 مراتبه، یک بار به خاطر تبریک به غلبه ارتش شوروی در 75 سال قبل و بار دیگر برای گلچنبرگذاری در پایه تندیس کشتگان آن جنگ پناهگاهش را ترک گفته است. رئیس جمهوری که با وجود مرگ صدها نفر از جمله نزدیک به 40 طبیب، 10 گنرال و سرهنگ، 10 کارمند بلندپایه مقامات دولتی تا حال نه به ملت و نه به هیچ خانواده اظهار تسلیت نکرده است، در حالی که گناهکار اساسی گسترش این ویروس کشنده شخص خودش است.